ساکنان ناحیه شهرینو با تشکیل نمودن یک برنامه جالب و رنگین 110 سالگی استاد میرزا ترسونزاده را قید نمودند. نخست در درآمدگاه این باغ یارمارکه فروش کتاب تشکیل کرده شد که از آن ساکنان کتاب‌های دوست داشته‌شان را خریداری نمودند. بعداً چاله‌بینی فرهنگی و فراغتی دایر گردید. در چاله‌بینی شاعران نویسندگان شناخته مملکت، نمایندگان اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، کارمندان ساحه‌های گوناگون، جماعت و دهات، مؤسسین مؤسسات تأسیسات میانه عمومی و دایره وسیع ساکنان ناحیه شهرینو اشتراک نمودند. سرآغاز رئیس ناحیه شهرینو با سخن برآمدن مهمانان را به دیار شاعر خیرمقدم گفت قید نمود که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه این گلباغ و مجسمه قهرمان خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده که سال 2001 بنیاد گشته است پورا از نوسازی کرده در دوره 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به ساکنان اینجا تحفه کرده شد. همچنین در گرد و اطراف این باغ فرهنگی و فراغتی که مساحت 0.30 گکتار را تشکیل می‌دهد از طرف مؤسسه کمونالی، اداره و تشکیلات و شعبه حفظ محیط زیست ناحیه صدها گل‌های آرایشی، درختان همیشه سبز شنانده شده است. همچنین برای فراغت و استراحت ساکنان در این باغ فرهنگی و فراغتی دیگر واسطه‌های دلخوشی نیز نصب کرده شده است. ما مردم شرفمند ناحیه شهرینو امروز از سیاست خردمندانه جناب عالی سپاسگزاریم و با فخر امروز میگوییم که بهر ما ساکنان ناحیه باز هم یک گلباغ، یک سیرگاه، یک گلگشت زیبای به نام میرزا ترسونزاده ساخته به استفاده داده شد. بهر ساکنان این محل، بهر فراغت و استراحت آنها این گلباغ یک موضع خاص گشته است. بعداً از جانب نمایندگان اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، شعبه معارف، سابقه‌داران و محصلین مؤسسات تأسیسات میانه عمومی ناحیه شعر و ترانه‌ها قرائت کرده شد. بهار آمد، ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد و سرفارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست. قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. در آخر چاره‌بینی از طرف کارمندان شعبه فرهنگ، خوانندگان مکتب موسیقی و مؤسسات تأسیسات میانه عمومی ناحیه یک برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیده شد. مطربان و سرایندگان از اشعار استاد میرزا ترسونزاده بهترین سرود و ترانه‌ها سراییدند.